دوباره فکر کن. قدرت دانستن چیزهایی که نمیدانیم. نویسنده آدم گرانت. کتاب دوباره فکر کن اثر آدم گرانت در سال 2021 منتشر شده. این کتاب به ما کمک میکنه تا چگونگی تغییر ذهنیت و نگرش خود را درک کرده و تعصبات و پیش‌فرض‌هایی رو که در روند تصمیم گیریمون دخیل میکنیم بازنگری کنیم. همچنین با ارائه راهکارهای مختلف به افراد و سازمانها کمک میکنه تا ذهنیتی همیشه کنجکاو و جستجوگر داشته باشیم. پس اگر شما هم به حیطه روانشناسی و کسب بینش جدید علاقه‌مند هستید، متخصص فروش هستید و به دنبال پیدا کردن زوایای جدیدی درباره ذهنیت و نگرش می‌گردید، یا مدیری هستید که به ارتقای عملکرد تیم خودتون امیدوارید، به شما پیشنهاد می‌کنیم که به این خلاصه کتاب گوش بسپارید. درباره نویسنده: آدم گرانت یک روانشناس سازمانی، مشاور و نویسنده 4 کتاب پرفروش برای انتشارات نیویورک تایمزه. از مهمترین مشتریان اون میشه به شرکت گوگل، NBA و بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس اشاره کرد. میکرو شماره 1: آدم گرانت به شما میآموزه که چرا اشتباه کردن ایرادی نداره. اگه تا به حال در یک مباحثه اعصاب خورد کن با همکارتون شکست خورده باشید یا نتونسته باشید عموی لجبازتون رو قانع کنید که چرا دیدگاه شما نسبت به یک موضوع تنها دیدگاه منطقی در بین اعضای حاضر در دور میز شامه، ممکنه با خود فکر کنید اگه باهوشتر بودم حتما در این بحث برنده می شدم. شاید حتی به خودتون قول بدید که از این به بعد هوشیارتر باشید و دفعه بعد روی استدلال هاتون بیشتر کار کنید. درسته که این هدف منطقی به نظر میرسه، اما اگر نادرست باشه چی؟ اگر اون چه باید تغییر بدید شیوه استدلالتون نباشه چی میشه؟ شاید چیزی که باید روی اون کار کنید نحوه تفکرتونه. شما با شنیدن این خلاصه کتاب متوجه خواهید شد که کلید قضاوت بهتر، شایستگی بیشتر و پیروزی در گفتگوها نه در قدرت تفکرتون، بلکه در توانایی شما در دوباره فکر کردنه. از حذف نژاد پرستی در جامعه تا تشویق مخالفان واکسیناسیون به کار تیمی بهتر، باید باور کنید که بشریت هر زمان که یک گام به عقب برمی‌داره، در واقع باز هم یک گام از موفقیت قبلی خودش جلوتر میره. در این میکرولرن به چنین پرسش‌هایی پاسخ داده میشه: چرا بی‌مزه ترین افراد فکر میکنن به شدت بامزن؟ بروز یک فاجعه فضایی در ناسا چه چیزی رو در مورد فرهنگ محیط کار به ما یاد میده؟ چگونه در تک تک مناظرات برنده باشیم؟ در دنیایی که هر لحظه در حال تحوله، شما هم تنها با تغییر دادن ذهنتون میتونید به نتیجه برسید. گوشی‌های همراه بلکبری در سال 2009 در بالاترین جایگاه بازار بودند. سهم شرکت بلکبری تقریباً 50% بازار گوشی‌های همراه بود و همه از بیل گیتس گرفته تا رئیس جمهور اوباما و اپرا ادعا می‌کردند که بدون گوشی‌های بلکبری خودشون نمیتونن زندگی کنن. اما تنها 5 سال بعد سهم بازار این شرکت به 1% نزول کرد. دلیل این اتفاق چی بود؟ زیرا مبتکر گوشی‌های بلکبری مایک لازاردیس حاضر نبود ذهنیت خودش رو تغییر بده. لازاردیس بعد از رونمایی از گوشی آیفون شرکت اپل در سال 2007 و رهبری بازار توسط این شرکت همچنان باور داشت که اکثر مصرف کنندگان تنها گوشی لازم دارن که بتونن با اون تماس بگیرن، ایمیل بفرستن و پیام دریافت کنن. اون نمیتونست دنیایی رو تصور کنه که در اون مردم به چیزی بیش از قابلیت‌های بلکبری نیاز داشته باشن. اما قبل از اینکه مایک رو قضاوت کنید، تصور کنید که شما نیز دقیقاً همین اشتباه رو مرتکب شده بودید. فرقی نمی‌کنه که مدیر یک کسب و کار باشید یا یک کارآفرین. شما هم احتمالاً به وفادار بودن به باورهاتون افتخار می‌کنید.
اما مشکل چسبیدن به باورها اونه که دنیای امروز سریعتر از دیروز در حال تغییره و دسترسی به اطلاعات نیز سرعت این تحولات رو بیشتر و بیشتر میکنه. اکثر مردم در سال 2011 نسبت به اکثر مردم در سال 1986 5 برابر اطلاعات بیشتری مصرف کردند. این تغییرات شتاب زده به این معناست که دیگه مهم نیست که میدونید چطور فکر کنید، بلکه باید بلد باشید که چگونه دوباره بیاندیشید تا بتونید اطلاعات و دانش جدید رو وارد نظام باورها و استراتژی‌های خودتون کنید. شاید بپرسید چگونه باید این کار رو انجام بدم؟ ساده است. برای شروع باید مانند یک دانشمند رفتار کنید. دانشمندان همیشه درباره اونچه نمیدونن کنجکاو هستند و به طور پیوسته دیدگاه‌های خودشون رو با داده‌های جدید منطبق میکنن. دانشمندان با سوال شروع میکنن، نه با جواب. اونها با دقت نظریه‌های خودشون رو آزمایش میکنن و به شواهد علمی اتکا میکنن، نه شهود و احساساتشون. شما هم اگر مدیر یک کسب و کار هستید میتونید مانند یک دانشمند به استراتژی‌های کسب و کار خودتون بنگرید و اونها رو مانند نظریاتی که باید آزموده بشن بسنجید. مطالعه‌ای که روی استارتاپ‌های ایتالیایی انجام شده نشون میده بنیانگذارانی که به شکلی علمی به کسب و کار خودشون نگاه میکنن درآمد و مشتریان بیشتری نسبت به بنیانگذارانی دارن که از چنین نگرش علمی برخوردار نیستن. بنابراین محققان به این نتیجه رسیدن که مدیرانی که مانند دانشمندان فکر میکنن موفق ترن، زیرا بهتر میتونن مدل‌های تجاری خودشون رو در زمانی که نتیجه و دستاورد خوبی ندارن اصلاح کنن. میکرو شماره 2. ممکنه شما هم نسبت به نادانسته های خودتون بی اطلاع باشید. بزرگترین نقاط کور زندگی ما همون مواردی هستند که در اونها تبحر نداریم. شاید عجیب به نظر برسه، اما مطالعات زیادی نشون دادن افرادی که در آزمون‌های منطق و شوخ طبعی پایین‌ترین نمرات رو کسب می‌کنن، بیش از حد به توانایی‌های خودشون در یک زمینه افتخار می‌کنن. وقتی به اشتباه تصور می‌کنید که در کاری مهارت دارید در حالی که اصلاً در اون تخصصی ندارید، تمایلی هم برای ارتقای اون قابلیت‌ها در خودتون احساس نخواهید کرد. در یکی از تحقیقات صورت گرفته در زمینه هوش هیجانی مشخص شده افرادی که پایین‌ترین هوش هیجانی رو دارن نه تنها فکر میکنن هوش هیجانی بسیار بالایی دارن، بلکه اصلاً تمایلی برای پیشرفت و ارتقا در این زمینه از خودشون نشون نمیدن. چاره این بیمیلی چیه؟ داشتن تواضع و فروتنی. وقتی دیدگاه متواضعانه‌ای داشته باشید و بپذیرید که چیزهای زیادی وجود داره که از اونها بیخبرید، دروازه‌های ذهن خودتون رو به روی یادگیری موضوعات جدید باز کرده و شایستگی بیشتری پیدا می‌کنید. ممکنه نگران باشید که داشتن طرز فکری فروتنانه اعتماد به نفس شما رو زیر سوال میبره، اما در واقع داشتن فروتنی و اعتماد به نفس با یکدیگر منافاتی ندارن. اعتماد به نفس یعنی باور داشتن به خود، در حالی که فروتنی یعنی که از خودمون بپرسیم آیا در زندگی شیوه های صحیحی به کار میگیریم یا نه. موفق ترین افراد نسبت به اینکه در نهایت به اهدافشون میرسن مطمئن هستند، اما اونقدر فروتنن که از خودشون سوال کنن آیا از شیوه های مناسبی برای رسیدن به اهدافشون استفاده میکنن یا نه. روش دیگر برای روشن کردن نقاط کور زندگی اینه که درست استدلال کنیم. وقتی بر سر اینکه حق با چه کسی بحث میکنیم، فرصت پیدا میکنیم تا دیدگاهمون رو ارتقا بدیم و کارها رو به شیوهی دیگر و البته بهتر انجام میدیم. با در نظر گرفتن این نکته باید یاد بگیریم که نقطه تعارض درستی رو برای گفتگو و تغییر انتخاب کنیم. یک تعارض ارتباطی نه تنها عامل درگیری و اختلاف نظره، بلکه عواطف و عدم علاقه‌مندی‌های شخصی رو نیز در بر میگیره. آدم گرانت نویسنده این کتاب در طی تحقیقاتش بر روی تیم‌های فناوری فعال در سیلیکون ولی متوجه شد تیم‌هایی که بالاترین عملکرد رو دارن تعارض‌های وظیفه‌ای به نسبت زیادی رو به خصوص در ابتدای پروژه‌شون تجربه می‌کنن.
این تعارض معمولاً در ارتباط با پیدا کردن بهترین شیوه حرکت به سمت جلوه. اما مهمتر از اون، تیم‌هایی که عملکرد بالایی دارن هیچگاه در روابط خودشون دچار تعارض و درگیری نمیشن. اونها حتی وقتی که بر سر نحوه انجام کارها با هم بحث میکنن، باز هم با یکدیگر به خوبی کنار میان. برعکس تیم‌هایی که پایین‌ترین عملکرد رو داشتن، در طول انجام پروژه هاشون تعارض‌های وظیفه‌ای کم و تعارض‌های ارتباطی زیادی رو تجربه کردن. مشکل اون بود که اونها به قدری از یکدیگر بعدشون میومد که هیچگاه تمایلی برای به چالش کشیدن ایده ها و نظرات تخصصی یکدیگر نداشتن. میکرو شماره 3. یک مذاکره کننده ماهر برای تغییر ذهنیت افراد یک فرمول 3 مرحله‌ای داره. چگونه در یک مباحثه طرف مقابل رو متقاعد می‌کنید که حق با شماست؟ گرانت هم در گذشته بر این باور بود که هنر متقاعد سازی شامل لیستی از شواهد و نکاته که نشون میده طرف مقابل در مورد اون موضوع اشتباه میکنه. اما بعدها متوجه شد که مذاکره کردن فراتر از کوبیدن چکش منطق بر سر طرف مقابله. مرحله اول اینه که زمینه‌های مشترک میان خودتون و طرف مقابل رو پیدا کنید. اکثر ما وقتی وارد جلسه مذاکره میشیم احساس میکنیم که میخوایم در یک مسابقه طناب کشی شرکت کنیم. یعنی تصور میکنیم اگر بتونیم حریفمون رو با دلایل کافی احاطه کنیم، اونگاه میتونیم نظر اون رو با خودمون همسو کنیم. اما رویکرد مذاکره کنندگان ماهر نسبت به مباحثه چیزی شبیه به رقصیدنه. اونها میدونن که گاهی پا پس کشیدن فضایی برای حرکت رو به جلو رو به طرف مقابل و نیز به مسیر مذاکره میده، در حالی که مذاکره کنندگان معمولی خودشون رو مجهز به شواهدی دال بر حقانیت خودشون و عدم حقانیت طرف مقابل میکنن. همچنین مذاکره کنندگان ماهر موضوعاتی رو بیان میکنن که طرف مقابل نیز با اونها موافقه. پس دفعه بعد که وارد یک جلسه مذاکره شدید، ابتدا به خاطر بیارید که نباید حتما در همه بخش‌های مذاکره پیروز بشید. موافقت کردن با برخی از استدلال‌های درست طرف مقابل و پیدا کردن زمینه‌های مشترک در واقع نظر اونها رو به سمت دیدگاه شما متمایل می‌کنه. مرحله دوم اینه که بدونید مذاکره کنندگان ماهر با بحث کمتر نتایج بیشتری به دست میارن. اغلب ما تصور میکنیم در یک جلسه مذاکره باید در کفه مخالف ترازو بایستیم و هرچه بتونیم با استدلال‌های کافی کفه خودمون رو سنگین‌تر کنیم پیروز میشیم. اما مذاکره کننده‌ای که به کار خودش وارده با انبوهی از استدلال‌ها وارد گفتگو نمیشه. در عوض استدلال‌های کمتر اما قوی‌تر رو در حمایت از نظر خودش ارائه میده. زیرا میدونه که استدلال‌های ضعیف‌تر منطق قوی‌تر رو کم رنگ جلوه میدن. برای مثال وقتی گروهی از محققان تلاش کردند تا فارغ التحصیلان رو تشویق به حمایت مالی از دانشکده قدیمیشون کنن، متوجه شدن وقتی برای اونها به جای یک دلیل 2 دلیل آورده میشه، تنها نیمی از اونها در طرح حمایتی مشارکت میکنن، در صورتی که با ذکر یک دلیل بیشتر از نیمی از فارغ التحصیلان در طرح مشارکت کردند. در مرحله سوم باید به این نکته توجه کنید که مذاکره کنندگان معمولی مانند واعظان و بازپرسان رفتار می‌کنند، اما مذاکره کنندگان ماهر شبیه دانشمندان عمل می‌کنند. یک مذاکره کننده ماهر به جای اینکه دیدگاه‌های خودش رو تبلیغ کنه یا بیرحمانه جایگاه رقیب خودش رو زیر سوال ببره، کنجکاوی دانشمندگونه‌ای نسبت به رقباش نشون میده. اون سوالاتی رو مطرح میکنه که نشون بده پیشنهاد اون صادقانه است. تحقیقات نشون دادن که مذاکره کنندگان حرفه‌ای تنها با طرح یک سوال میتونن 20% نظرات رو با خودشون همراه کنن. این سهم 2 برابر نظرات جلب شده توسط یک مذاکره کننده معمولیه. میکرو شماره 4. حتی متعصبانه ترین باورها هم قابل تغییرن. موسیقیدان سیاه‌پوست دارل دیویس در سال 1983 سخنرانی برای اعضای فرقه کوکلاکس کلن ارائه داد. مأموریت اون متقاعد کردن نجات پرست‌ترین مردم آمریکا برای تغییر ذهنیتشون بود.
از اون روز به بعد دیویس بسیاری از اعضای فرقه کلن رو متقاعد کرده تا دوباره به باورهای نجات پرستیشون فکر کنن و از این فرقه خارج بشن. یکی از اعضای پیشین این فرقه حتی از دیویس خواست تا پدرخوانده دخترش بشه. موفقیت اون در این کار سخت نکات زیادی رو درباره شیوه پایان دادن به تعصبات به ما می‌آموزه. چگونه میتونید باورها و عقاید متعصبانه دیگران رو تغییر بدید؟ همونطور که دیویس در کار با اعضای کلن متوجه شد، یکی از مؤثرترین روش‌ها اینه که به اونها نشون بدید چقدر باورهاشون غیر منطقیه. دیویس در طی گفتگوهاش با اعضای کلن دریافت که اونها به دلیل متولد شدن در خانواده‌هایی با چنین طرز فکری دیدگاه‌های نجات پرستانه دارن. بنابراین از اعضای کلن میپرسید اگر اونها در خانواده دیگری متولد میشدن آیا همین باورها رو حفظ میکردن؟ در خانواده هایی که نژاد سفید پوست هیچ برتری بر سایر نژادها نداشت. دیویس با درخواست برای تعمق بر روی ریشه های نژاد پرستیشون اونها رو قادر ساخت تا ساختار معیوب عقایدشون رو ببینه. این سوالات اعضای فرقه کلن رو واداشت تا عقاید نجات پرستانه خودشون رو زیر سوال ببرن و در نهایت دیدگاهشون رو تغییر بدن. آدم گرانت پدیده مشابهی رو به هنگام مطالعه دشمنی و تعصب میان طرفداران دو تیم بیسبال رقیب مشاهده کرد، یعنی دو تیم یانکی ها و رد ساکس. طرفداران تیم یانکی ها رقبای تیم رد ساکس رو نفرت انگیز، پرخاشگر و متکبر تلقی می کردن. طرفداران رد ساکس نیز دقیقاً همین نظر رو نسبت به طرفداران یانکی ها داشتند. گرانت در تلاش برای ایجاد پلی میان نظرات این دو گروه از طرفداران بیسبال درخواست کرد تا مقاله‌ای درباره ناآگاهانه بودن نفرتشون نسبت به طرف مقابل بنویسند. اون از طرفداران تیم یانکی ها خواست این موضوع رو در نظر بگیرن که اگر در خانواده‌ای طرفدار تیم رد ساکس به دنیا آمده بودن، احتمالاً در بزرگسالی نیز طرفدار تیم رد ساکس می شدن. بسیاری از طرفداران بیسبال بعد از نوشتن مقالات شخصی نگرش خودشون رو تغییر دادن و متوجه شدن که دیدگاه متعصبانه آنها احمقانه و نادرست بوده. بنابراین اگر میخواید شخصی رو قانع کنید که دوباره به تعصبات خودش فکر کنه، کافی نیست به اون نشون بدید که باورش اشتباهه. در عوض بهتره اون رو متوجه این نکته کنید که باور نداشتن به این افکار نادرست چقدر خوبه. میکرو شماره 5. سعی کنید با پرسیدن سوالات درست افراد رو متقاعد کنید. با اینکه ممکنه عجیب به نظر برسه، اما گاهی اوقات بهترین روش برای واداشتن افراد به فکر کردن دوباره مصاحبه با اونهاست. در سال 2018 در بیمارستانی در کانادا مادری جوان به نام ماری هلن به خاطر دیدگاه متعصبانه خودش با تزریق واکسن سرخک به فرزند نارسش مخالفت می‌کرد. کارکنان بخش زایمان می‌دونستند که تنها یک نفر وجود داره که ممکنه بتونه به اونها کمک کنه. اونها از دکتر آرنوست گرنیر که در گذشته هم تونسته بود دیدگاه افراد متعصب دیگری رو تغییر بده درخواست کمک کردند. گرنیر در حین گفتگو با ماری هلن از تکنیکی به نام مصاحبه انگیزشی استفاده کرد. مصاحبه انگیزشی در واداشتن افراد به تغییر ذهنیتشون در باب هر موضوعی از واکسیناسیون گرفته تا ترک سیگار و انجام ورزش مؤثره. اما مصاحبه انگیزشی چگونه انجام میشه؟ مصاحبه انگیزشی با این ایده شروع میشه که کمک به افراد برای کشف دلایل خودشون، برای بازاندیشی تصوراتشون مؤثرتر از بیان دلایل خودمون برای اونهاست. مصاحبه کننده از موضع تواضع و کنجکاوی صادقانه درباره طرز فکر شخص سوال میپرسه و انگیزه‌ای که اونها رو به تغییر ذهنیتشون وامی داره کشف میکنه. در نتیجه گانیر مصاحبهش با ماری هلن رو با پرسیدن سوالاتی آزاد اندیشانه درباره احساسات اون پیرامون واکسن سرخک آغاز کرد. سپس از اون پرسید نظرش در مورد عواقب بالقوه واکسینه نکردن فرزندش توبی چیه؟ اغلب ما وقتی میخوایم کسی رو به انجام کاری تشویق کنیم زیاد صحبت میکنیم، اما مصاحبه انگیزشی بیشتر بر روی گوش دادن به طرف مقابل تاکید میکنه.
وقتی گانیر با ماری هلن صحبت می‌کرد، به جای اینکه با اون مخالفت کنه، متوجه ترس‌های ماری هلن در مورد واکسن شد. این دریافت ساده از دیدگاه و احساسات فرد دیگر گوش دادن بازتابی نامیده میشه. گانیر در پایان مصاحبه تأکید کرد که ماری هلن برای انتخاب اینکه میخواد فرزندش توبی واکسینه بشه یا نه آزادی کامل داره. وقتی افراد از بازاندیشی امتناع میکنن ممکنه به دلیل مخالفت با استدلالهای شما نباشه. در عوض معمولاً به دلیل اینه که میخوان آزادی انتخاب داشته باشن. بنابراین مهمه که اجازه بدید مخاطب شما بدون توان تغییر دادن ذهن خودش رو داره و در عین حال آزاده برای خودش تصمیم بگیره. بعد از مصاحبه ماری هلن تصمیم گرفت توبی و سایر فرزندانش رو واکسینه کنه. دیگه نیازی به هیچ پافشاری نبود. میکرو شماره 5. وقتی موضوعی به صورت 0 و 100 بیان بشه، افراد کمتر درباره اون بازاندیشی میکنن. الگور در سال 2006 برنامه مستندی به نام حقیقت تلخ را در باب تغییرات اقلیمی رو منتشر کرد که موفق به دریافت جایزه شد. این مستند تأثیرات جنجال آفرینی داشت و دولت‌ها، کسب و کارها و افراد عادی رو تشویق کرد تا از سیاره زمین محافظت کنند. اما اکنون پس از 15 سال موفقیت جنبش‌های زیست محیطی در تغییر ذهن آمریکا نسبت به تغییرات اقلیمی چقدر بوده؟ احتمالاً نه اونقدر که میتونست باشه. در سال 2019 تنها 59% از آمریکایی‌ها تغییرات اقلیمی رو به عنوان یک مشکل جدی قلمداد می‌کردند و 16% مردم معتقد بودند که تغییرات اقلیمی مسئله مهمی نیست. موفقیت فعالین اقلیمی درباره متقاعد ساختن افراد به بازاندیشی در باورشون چه چیزی به ما یاد میده؟ فعالینی مانند الگور به گونه‌ای در باب تغییرات اقلیمی صحبت میکنن گویی که مردم باید یکی از دو طرف رو انتخاب کنن. در یک طرف دانشمندان و حقایق علمی قرار گرفتن و در طرف دیگه افرادی که مشکلات اقلیمی رو انکار میکنن. اما اگر واقعا میخواید افراد دوباره به باورهاشون فکر کنن، باید بدونید که رویکرد 0 و 100 جواب نمیده. با محدود کردن مسائل در یک چارچوب فکری در دام جانبداری دوگانه میافتید. این دام زمانی اتفاق میفته که ما در تلاش برای رسیدن به ذهنیت شفاف طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌ها رو تنها به دو گروه به ظاهر مخالف تقسیم بندی می‌کنیم. در واقع اکثر آمریکایی‌ها در یک طرف مذاکرات اقلیمی قرار ندارند. نظرات مردم طیف گسترده‌ای از کمین نگران تا بی‌قید و نامطمئن رو در بر می‌گیره. اما فعالین تغییرات اقلیمی با طبقه بندی کردن دیدگاه‌ها به دو طرف حقیقت گویان و انکار کنندگان مردم رو مجبور به انتخاب یکی از دو دسته می‌کنه. در صورتی که افراد زمانی دیدگاهشون رو تغییر میدن که مسئله پیچیده باشه و منظرگاه‌های مختلفی نسبت به اون وجود داشته باشه. به بیان دیگه اگر میخواید کسی رو به بازاندیشی در افکار خودتون متقاعد کنید، نباید به اونها بگید که درست فکر میکنن یا غلط، بلکه بهتر به اونها نشون بدید که دیدگاه‌های زیادی برای انتخاب وجود داره. این رویکرد افراد رو تشویق میکنه تا بیشتر بر مسئله واقعی متمرکز بشن و از جانبداری احساسی و بی‌منطق خودداری کنن. شاید اگر فعالین محیط زیست همین کار رو انجام داده بودن، آمریکایی‌های بیشتری به جای تمرکز بر طرفین این درگیری به حقایق علمی توجه می‌کردند. البته ممکنه نگران باشید که اگر این روش رو پیش بگیرید ضعیف ارزیابی بشید، یا اگر بپذیرید که دیدگاه‌های مختلفی پیرامون یک مسئله وجود داره، یعنی نسبت به نظر خودتون نامطمئن هستید. اما تحقیقات نشون میده که لازم نیست نگران این موضوعات باشید. در واقع مطالعات مختلفی نشون دادن که وقتی متخصصان در نگرش خودشون شک میکنن، ترغیب کننده تر به نظر میان. میکرو شماره 6. فرهنگ سازمانی شما بر روی توانایی بازاندیشی اعضای تیمتون تأثیر میذاره. بازاندیشی تنها به تغییر ذهنیت افراد محدود نمیشه، بلکه برای سازمان‌ها نیز یک ضرورته. در سال 2003 در کلمبیا شاتل فضایی ناسا از زمین بلند و در هنگام بلند شدن مقداری دود از شاتل خارج شد. واکنش تیم زمینی ناسا چی بود؟
اونها به سرعت به این نتیجه رسیدن که مسئله مهمی نیست. قبلا هم از سفینه‌های فضایی دود بیرون زده و اتفاق بدی نیفتاده. اما اگر تیم زمینی ناسا به اهمیت خروج دود مجدد فکر کرده بود، متوجه می شدن که مشکل بزرگی پیش اومده. از دست دادن دود از شاتل در لحظه پرتاب باعث شد که سفینه بعد از ورود به جو زمین منفجر شده و هر 7 فضانورد اون کشته بشن. در سال 2003 فرهنگ ناسا به شدت متمرکز بر عملکرد محور بود. اولویت اول در ناسا انجام پروژه ها مطابق با استانداردهای عالی بود، اما با وجود تاکید بیش از حد بر روی نتایج جایی برای تفکر دوباره وجود نداشت. اگر میخواید تیمتون توانایی بازاندیشی و ارزیابی مجدد تصمیماتش رو داشته باشه، اونگاه باید فرهنگ یادگیری رو بر سازمانتون حاکم کنید. در فرهنگ یادگیری اولویت اول رشد کردن و بازاندیشی در دیدگاه‌ها شیوهی رایج و معمول به شمار میره. کارمندان در کارهای خودشون از عنصر تردید استفاده میکنن و همواره از میزان ناآگاهی خودشون نسبت به همه جوانب یک موضوع مطلعن. این ذهنیت یعنی به جای اینکه مانند دانشمندان ناسا اعتماد به نفس کاذب داشته باشن، فروتنی خودشون رو حفظ میکنن. ممکنه تصور کنید سازمان‌هایی که فرهنگ عملکرد محور دارن نتایج بهتری میگیرن، اما تحقیقات نشون میده شرکت‌هایی که فرهنگ یادگیری دارن ابتکار عمل بیشتر و میزان خطای بسیار کمتری دارن. شما میتونید با ایجاد امنیت روانی در بین کارمندان خودتون فرهنگ یادگیری رو در سازمانتون نهادینه کنید. وقتی اعضای تیم از نظر روانی احساس امنیت کنن، به راحتی ریسک میکنن و میتونن که برای این کار تنبیه نمیشن. اونها به قدری به مدیران و همکاران خودشون اعتماد دارن که اشتباهات خودشون رو میپذیرن. این به این معناست که اشتباهات و مشکلات به راحتی قابل شناسایی و مرتفع شدن هستند. اما در فرهنگ عملکرد محور، کارمندان به دلیل اشتباهاتشون مرتباً توبیخ میشن. بنابراین به سرعت برای پوشوندن خطاهاشون اقدام میکنن و به این ترتیب این خطاها هیچگاه برطرف نمیشن و فجایعی چون فاجعه کلمبیا رو به بار میارن. بنابراین اگر میخواید تیمتون در صورت نیاز در دیدگاهش بازاندیشی کنه، به اونها نگید که حق اشتباه کردن و شکست خوردن ندارن. باید بدونید که اشتباه کردن و بازاندیشی در رویکرد تیم نه تنها ایرادی نداره، بلکه تنها راهیه که سازمان‌ها در دراز مدت میتونن بیاموزن، رشد کنن و موفق بشن. میکرو شماره 7، سخن پایانی. پیام کلیدی این خلاصه کتاب اینه که شک داشتن و اشتباه کردن نشانه ضعف یا ناتوانی شما نیست. پیشرفت و رشد واقعی در اثر ارزیابی مداوم ایده ها و نظریات و داشتن دیدگاهی فروتنانه نسبت به دانش به دست میاد. بنابراین اگر کسی به شما بگه که 100% مطمئنه که حق با اونه و شما اشتباه میکنید، میتونید کاملا مطمئن باشید که کسی که باید دوباره فکر کنه اونها هستند، نه شما. یک تمرین کاربردی: ارزش هاتون معرف شما هستند، نه باورهاتون. شما خودتون رو چگونه تعریف میکنید؟ اگر حس هویت خودتون رو از باورهاتون میگیرید، پس باید دوباره فکر کنید. وقتی حس هویت شما ناشی از عقایدتون باشه، سخت‌تر میتونید اونها رو تغییر بدید. یعنی از اونجا که هویت وجودی شما به عقایدتون وابسته است، حالت دفاعی به خودتون میگیرید، به دیدگاهاتون میچسبید و حتی وقتی شواهد نشون میدن که عقاید شما از درجه اعتبار ساقطند، باز هم نمیپذیرید. پس به جای شناسایی خودتون از طریق باورهای شخصی، سعی کنید تا هویتتون رو با ارزش‌هاتون تعریف کنید. ارزش‌های محوری زندگی شما مواردی از جمله عدالت، انسجام شخصیت یا تعالی هستند و نیازی به تغییر اونها در طول زندگیتون ندارید. اما باورهای شما نسبت به نحوه تکامل اونها احتمالاً نیازمند تغییر خواهند بود. پایان کتاب. ممنونم از اینکه با ما در این خلاصه کتاب همراه بودین.
پیج ما رو در اینستاگرام به آدرس خودساخته.ir دنبال کنین.